نظام‌های پیش از نظام‌های دموکراتیکی در کشورهای اروپا امروز وجود دارد، پیش از این یک نظام تئوکراتی بود و نظام تئوکراتی برعکس نظام دموکراتی است. نظام تئوکراتی نظام آسمانی را میگن، یعنی که اگر ما نظام دموکراتی را تعریف به این بکنیم که حکومت مردم بر خود مردم، یعنی که خود مردم حاکم می باشه، خود مردم تصمیم گیر است، قوت در دست خود مردم هست. اما پیش از این نظام دموکراتی نظام تئوکراتیا بود. امروز که دموکراتی هست، پیش از این نظام تئوکراتیا بود. این نظام آسمانی بود. اسلام هم یک نظام تئوکراتی هست، یعنی نظام آسمانی هست. یعنی این نظام خود مردم پریدومت کردگی نیستند، خود مردم اینا را فکر کردگی نیستند، بلکه این نظام از جانب پروردگار نازل شدگی است که به همین شکل باید شما زندگی بکنید. از همین خاطر نظام هایی که پیش از نظام دموکراتی در کشورهای اروپا بود نظام تئوکراتیا بود و اون هم نظامی از آسمان بود. مردم مسیح، یعنی که مسیحی ها، همین کسانی که مسیحی هستند و یا که پاپ ها و یا که کسایی که ملاهایی که در سرکف و در خلاصه همون به زبان ساده تاجیکی بگیم همون مسجدهایی که امروز مسیحی ها می روند، در اوجه همون ملاهاشون، پاپاشون یا که کشیششون، خلاصه همون کسایی بدن که آنها نمایندگی میکردن و ریاست میکردن از نظام تئوکراتیا. چه خیلی که امروز در نظام های ما، در نظام اسلامی اگر ما و شما ببینیم، امروز طبقه هستیم. خلاصه ملا هست که، بعد قاری هست که، بعد حافظ قرآن هست که، بعد شیخ الحدیث هست که، بعد یک آدم مثلا مخصومش میگیم، یک آدم ایشانش میگیم، یک آدم خلاصه ولیش میگیم، دیگرش اولیا میگیم. همین خیلی در اسلام هم همین نظام هست. مثلا که امروز مردم ایشان ها در جامعه ما و شما، یک مردم مخصوم اکین یا زوانش با پایانتره، با ایشان ها با زوانش زویزداش با بالاترن، همین نمود بگیم که انا طبقه هستند. خب و هر کسی که بخواه مثلا، و البته امروز هم کسایی که ملاهای ایشانایی که در مابین جامعه ما، البته نه همه آنها بگیم اهل علم هستند، اما در جایگاه اسلام، در دین مبین اسلام، این اکرمکم عند الله اتقاکم، بلندترین مرتبه در نزد پروردگار اون کسی هست که اون صاحب تقوا هست. یعنی اون کسی هست که در یاد خدا هست، یعنی اون کسی هست که ترس از خدا داره، یعنی در کارهای دنیوی و در کارهای دینیش همیشه در یاد خدا می باشه. این انسان در نزد پروردگار انسانی معتبر هست، نه ایشان و نه مخصوم و نه کسی دیگر، بلکه این اکرمکم عند الله اتقاکم میگه پروردگار. خلاصه در نظام اسلامی هم همین خیلی طبقه بندی هست. حتی که حضرت ایشان یا دعا مبتی، حضرت مخصوم یا دعا مبتی، خلاصه این خیلی، یعنی که اون به این مفکوره هستند که اونها کسایی هستند که به خدا نزدیکترند، در حالی که این عمود شریعت نیست، در حالی که دین مبین اسلام این عمود نیست. این تعلیم کاملا درست نیست و خطا هست. یعنی که اگر کسی که شاید در یک انسانی که ایشان نباشه اما تقوا داشته باشه، او انسان پیش پروردگار و معتبر و عزیزتر است. اما در ما و شما همین رواج یافتگی است که بابای ایشان یا دعا مبتی یک چند سومک در دستش میجقیم، دستش سفید میکنیم. خلاصه همین چیزا در ما هست، یه عادتی مردمی تاجیک هست، یعنی که مردمی عموما در تاجیکستان همین چیزا هست. باز مردم ما ایشان دوستدار و قاری دوستدار و ملا دوستدارند.
خلاصه در نظام دینی ما هم همین چیز وجود داره و در نظام های تئوکراتی، در نظام های مسیحی قبل از دموکراتیا همین چیزها بود. و نظام دموکراتی هم انا پیش از اینکه در دنیا به وجود بیاید همین بود که همون حکومت مردم بالای مردم است. این بود که همون نظام قبل از دموکراتیا نظام تئوکراتیا، نظام آسمانی، یعنی هر نظامی که از آسمان نازل شدگی است یعنی مردم دیگه ایره قبول نکردن. البته به خاطری که در اون وقت از همین نظام، البته نظام مسیحیت هم در اول درست بود، یعنی که ما هم به ایمان داریم به پیغمبر بودن حضرت عیسی علیه السلام ایمان داریم و دوستش می‌داریم. خلاصه یک تعداد آمدن که پیروی از حضرت عیسی میکردن، اینها آمدن آهسته آهسته همین مسیحیت برای خاطر منفعت خودشون، به خاطر سرکوب کردن سیاستمدارا، به خاطر سرکوب کردن مردم و اینها خودشون یک مقربین، کسانی که به خدا نزدیکن، این خیلی خودشون حس میکردن و در مابین جامعه هم خودشون به همین شکل معرفی میکردن که ما کسانی هستیم که به خدا نزدیک هستیم و شما تابع ما هستین و هر چیزی که ما بگیم شما باید گوش بکنین. خب اگر چندی هم که در نظام در مابین مسلمان ها این چیز کم دیده می شود، اما وجود داره این چیز. یعنی یک انسان شاید که اگر در او مثلا همین مخصوم بودن و ایشان بودن و همین چیزا در او اگر در او هسته، او در مابین جامعه ما و شما یعنی خودش یک انسانی برتر حس میکنه، یک انسانی خوبتر حس میکنه، در حالی که این چیز در اصل الهیات دین مبین اسلام یا که در اصل الهیات ما و شما وجود نداره. این چیز در هیچ جا تأیید و تأکید کردگی نیست، نه قرآن و نه حدیث، بلکه تأیید و تأکید کردن قرآن یعنی که پروردگار انگشت تأکید و تأیید بالای فقط اهل تقوا و پرهیزگار میگذاره که اون کسایی که تقوا دارن و پرهیزگار هستن اونها به من نزدیک هستن. خلاصه وقتی که همون نظام آسمانی بسیار فشار آورده در بالای مردم از همین نظام خسته شد و دیگر از همون نظام آسمانی گفته هر نظامی باشه، چی در اسلام باشه و چی در بگیم خود مسیحیت باشه، از اینها نفرت کردن. چرا که اونها هر کسی که در مقابل همون دین مسیحیت کسی سخن میگفت یا که گپ میزد، خلاصه آنها با شکل‌های مختلف با عذاب‌های شدید اونها را گرفتار میکردن، اونها را قتل میکردن، از بین میبردن. همین بود که خلاصه امروز هم در دنیای امروزه ما و شما که شاهد بودیم، یکی از همون بازی‌های کشورهای برقدرت که در یک کشور به نام دولت اسلامی بنیاد کردن و در اوج شدیدترین قتل ها را با بهترین کچ و صفت خوب ویدیو اینا را سیامکه میکردن و در اینترنت نشر میکردن تا که همون مردم از همون عذاب هایی که در عصرهای 7 و 8 گذشته بود و بالای مردم عذاب و شکنجه میکردن، همون چیزها را دوباره به یاد بیارن. یعنی که اینها بگیم زنده به زنده سیامکه بکنه، کله را بگیره و زنده به زنده خلاصه در آب بدازه، خلاصه زنده به زنده ایرا در بتی و همین نمود شکل‌های عذاب را دوباره اینا را خلاصه بازی دادن و در اینترنت ها نشر کردن تا که همون مردم دیگر قیام کنن، مردم دیگر طرفداری از یک بکنن که هر جایی که این نمود جوانهای شجاع پیدا می شود، انسانهای خلاصه مبارز، انسانهای موحدی که از دین دفاع میکنن، اونها را هر جایی که سرکوب کنن خلاصه مردم خودش سرمایه گذاری کنه و مردم در هیچ جا قیام هم نکنه. یکی از همین بازی ها خلاصه همین بوده. و نظام دموکراتی هم یکی خود حکومت مردم بالای مردم باشه. به خاطر اون نفرتی که در مغز اینها وجود داشت از سابق، تصمیم گرفتن که ما خودمون حکومت بالای خودمون میکنیم، ما خودمون انتخاب میکنیم
و انتخابات هم از همون وقتا صورت گرفت. یعنی که این در موضوع در هفته گذشته و در این باره صحبت هم کرده بودیم. اما به خاطر رسیدن به قدرت، قتل و کشتارها بسیار زیاد می شده. خلاصه دنیا تصمیم گرفت که انتخابات یک مکانیزم نو برپا بشه و با این شکل مردم سر قدرت، هر کسی که میخواد سر قدرت بیایه برسه، بگذار خود مردم انتخابش کنه، نه اینکه مثلا مردم بیگناه قتل کشتار کنه. چخیلی که امروز به خاطر قدرت در قدرت موندن، ده ها بلکه صدها بلکه هزارها انسان های بیگناه در پشت زندانن و بهترین انسان ها و شخصیت ها از مناطق مختلف تاجیکستان، اونها امروز متاسفانه در زیر خاک هستند. خب به خاطر حفظ همون قدرت، اگر انتخابات شفاف بشه، اینا ترس از این دارن که شاید در انتخابات شفاف ما نگذاریم و ما برنده، یعنی که در همین قدرت باقی نمونیم. پس هر انسانی که روشن فکر است، یعنی که از مردم دفاع میکنه، حق مردم را طلب میکنه، او را همیشه بگیم که سرکوب میکنه. این نظام مستبد و نظام دیکتاتوری امام علی رحمانوف، این وطن فروش. خب بعضی انسان ها گفتن که اصلا آواز دادن در انتخابات یا سهم گرفتن در انتخابات اصلا حق نداره یک مسلمان، به خاطر این از اصل شریعت نیست. اما اینها نیاز به مطالعه به دین اسلام زیادتر دارن. اینها باید مراجعت کنن، اسلام بیشتر بخوانن و درباره اسلام بیشتر بفهمن. در حالی که در اسلام، در دین مبین اسلام این وجود دارد، اما اون سابق به این شکلی که امروز هست به این شکل نه. سابق این خیلی بود که شکلی بیعت بود. خلاصه در مابین علماها و یا که کلانهای مسلمان ها یک انسان انتخاب میشد، مثلا 6 نفر یک انسان رو میگرفتن انتخاب میکردن و قبل از اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دفن بشه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت که ما طرفدارم که این حضرت ابوبکر صدیق بشه. خلاصه گفت ما خلاصه اخته پیشنهاد میکنم. همین بود که دیگر کسایی که در اونجا بودن با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، اونها هم گفتن که ما به همون انتخاب خودت راضی هستیم، یعنی که از این بهتر کسی را ما دیگر نمیبینیم. یعنی اینها هم این شورایی که بود، این شورای مسلمانایی که بود، اینها از آسمان همین خیلی پایان شدگی نبودن. البته ایران خودی مردم انتخاب کرد یا خودی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینها را بهترین ها و یا که کسایی بدن که 10 مبشرین بالجنه، که مژده و خوشخبری رفتن اینها به جنت در دنیا برایشان آمده بود. بعد از او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در مابین مسلمان ها، همون دوره که در مکه بودند، خلاصه در اوجا از مسلمان ها خواست یک 500-600 مسلمان در اوجا جمع آمدن. هر کسی که راضی بود می آمد بیعت میکرد. همون بیعتی که بود همون رأی دادن به همین بگیم خلیفه مسلمان ها بود. او وقت به او شکل بده. اما شکل‌های انتخاباتی که امروز ما و شما می‌بینیم، این به شکل جدید است که امروز به طریق آنلاین میشه یا که به طریق بگیم هر یک انسان خودش شخصا میرود بگیم که انتخاب میکنه هر کسی را که بخواه.